اینا واقعا با احساس مردم بازی میکنن. الان مثلا بچه باید دست روزم بلند کنه، ناموس خودم. چند سالته؟ من 14. اینستاگرام میری؟ من بله 24 ساعته هست. توی اینستاگرام تا حالا تبلیغ دیدی دیگه؟ من بله دیدم زیاد. حالا من چند تا تبلیغ بهت نشون میدم، نظرتو در موردش به من بگو. زن میشه امشب بیای پیشم، بیا پیش امشب با هم اشغال کنیم، باش بریم مسافرت، حقوقت هم بیشتر میکنم. این سری بخوای تو محل کار اذیتم کنی یا سر حقوق واسه من بازی در بیاری تهدیدم کنی، این صدا رو نشونه زنه. صحبت آشغال خوش. عزیزم تو هم میتونی مثلا دست تو جیب خود باشی، برش بخاطر شیشم چه این مرتی که کار میکنی اون ماشین رو ببین من با درآمد خودم خریدم. ببین مدین اینستاگرام. الان مثلا بچه باید دست روزم بلند کنه، ناموس خودمونه. آدم ناراحت میشه دیگه. حالا این چیه؟ دست بسلوکی. تو بودی از کدوم میخریدی؟ از این؟ بله از همین. خب چرا؟ تبلیغش مثلا از این تبلیغای خوب بشه. اما آدمو به نقاشی دعوت میکنه.